وقتی پرگر رسوده هست و چون همیشه در همین وقت من برای شما بینندگان عزیز در چند دقیقه دیگر سرخط خبرهای روز رو خواهم گفت و امیدوارم که همه شما رو بعد از رسوسی ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری خواهیم دید که فراگیری موضوعی روز تاجیکستان و جهان است. خب امامعلی رحمان به وروخ می رود. رئیس جمهوری تاجیکستان به اصفهان سفر می کند و قرار است که با مردم وروخ در اونجا و بخورد و از جمله وروخ از منطقه است که سری چند وقت اونجا مناقشه ها سر می زند و گفته می شود که باری آخر امامعلی رحمان به این منطقه سال 1993 سفر کرده بود. طوری ساکنان جماعت وروخ در صحبت با رادیو آزادی میگویند آنها از این سفر پرزیدنت امیدواری زیاد دارند و زیرا میگویند که تنش‌هایی که در میان مردم این دو کشور سال‌هاست ادامه دارد. آنها امیدوارند که این تنش‌ها با آمدن رئیس جمهور به این منطقه پایان می‌یابد و باید گفت که اکثر بحث‌های مرزی در خط سرحالی مرز از جمله در سرحدی نویاهای اصفهان و بودکنی تاجیکستان و قرقیزستان سر میزند و اساساً به مسئله دسترسی به آب و زمین و چراگاه‌ها ربط میگیرد و بینندگان عزیز در برنامه خبری ما حتما در این موضوع با شما صحبت خواهیم کرد. ضمناً طوری ما صبح هم خبر داده بودیم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حادثه سوختار در نقطه سوزشواری که در نویه جلالدین بلخی رخ داد توضیح داد. این حادثه ساعت 12 روز یکشنبه به عمل آمد و طوری مسئولان وزارت امور داخلی میگن سوختار زمان سر زده است که صاحبان نقطه فروش سوزشواری در وقتی گرمی هوا ماشین پر از گاز رو به ظرف خالی میکردند. خب به طور خودی کاربران آزادی ویدیو به ما خبر دادند و همین گونه نوارها و عکس‌ها از جای حادثه به ما فرستادند. ما میتونیم تفصیلات این خبر رو در اختیار شما بگذاریم، البته بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر و همین خواهیم دید که این حادثه چه زیانی رو در پی داشت. در برنامه امروزه همچنین به یکی از موضوعهای سربست و مورد نگرانی شما بینندگان عزیز اکثر آنهایی که در این شب روز در مهاجرت هستند رو خواهیم آورد. منظورم در مورد سیم کارت ها هست که قرار است باید تا نیمه ماه آگوست آنهایی که سیم کارت هاشون رو با شناسنامه های کهنه گرفته بودن باید دوباره آنها رو ثبت نام کنند و امروز خدمات علاقه نشست خبری داشت و همکاران ما در این نشست خبری حضور داشتند و باید گفت که یکی از سوالهای اساسی مطرح در این نشست از همین موضوع سیم کارت بود و طور معلوم گشت میلیون ها نفر از ساکنان تاجیکستان تا هنوز با سیم کارت گفتگو میکنند که توسط شناسنامه های کهنه ثبت نام شده بودند و خواهیم دید که تقدیر این سیم کارت و صاحبان آنها چی می شود و آیا امکان تمدید کردن این قرار هست یا نیست و اگر بعد از 3 ساعت دیگر ما رو همراهی کنید حتما در این باره شما تفصیلات بیشتر دریافت خواهید کرد و همچنین در برنامه امروز در باره اعتراضهای روز گذشته در روسیه یعنی در مسکو خواهیم گفت که منجر به بازداشت ده ها اعتراضگر شد و از جمله طوری گفته می شود جمع آمدگان استعفای رئیس کمیسیون انتخاباتی مسکو گاربونوف را طلب می کردند و باید گفت که گاربونوف در 25 سال اخیر رهبری این نهاد را بر عهده دارد. روز یکشنبه در بیرون شهر و در داچش قرار داشته است. شنگن آسیای مرکزی برای تاجیکستان چی میگوید؟ خب طور پی برده یکی از موضوعهای دیگری ما به همین موضوع بخشیده خواهد شد. سال دوم است که بحث و اطراف جاری کردن روابط به مانند شنگن یعنی سیلک ویز میان ازبکستان و قزاقستان و در ادامه پنج شدن آن در تمام منطقه جریان دارد و کارشناسان به آینده دار بودن این تشبوس تاکید میکنند و همزمان دشواری‌هایی که احتمال است با جاری کردن این ویزا با وجود بیاد آنها آن را نیز مطرح میکنند. خب در برنامه خبری در یک گزارشی که همکاران ما تهیه کردند خواهیم دید که این ویزا برای تاجیکستان چی خواهد داد و البته فکر میکنم این موضوع برای شما جالب خواهد بود و همراه با شما خواهیم دید که از میان کشورهای آسیای
марказӣ аксаран гардишгарон кадом кишварро бештар барои саёҳат интихоб мекунанд. ва як гузориши ҷолиби дигар ҳам дорем аз Покистон дар бораи он ки чӣ гуна шерҳо дар хонаҳои мардум нигаҳдорӣ мешаванд ва ин як нишонаи гӯем сарватмандӣ дар он кишвар аст ва тибқи оморҳо то ба ҳол садҳо шер дар манзилҳо ва парваришгоҳҳои карочӣ нигаҳдорӣ мешаванд ва албатта коршиносони муҳити зист мегӯянд ки мутаассифона қонунгузориҳои Покистон танҳо ҷонварони хонагиро ҳифз мекунад ва на ҷонварони ваҳширо. ва агар баъд аз 3 соат дигар бо мо биёед, шумо дар ин бора метавонед як гузориши ҷолибиро тамошо кунед. дар баробар ин чанд мавзӯи дигар низ ҳаст ки фикр мекунам шуруи барномаи хабаре ки 3 соат дигар дорем ҳатман тафсилоташ рӯи даст хоҳад буд. босипос аз якояки шумо барои ҳамкорӣ ва ҳамаи шуморо дар бахши мустақим дар ҳамин ҷое дар Озоди видео мунтазир хоҳем буд.